سفریت زیرا به وضوح آشکار می کند که این دنیایی که تجربه می کنیم 6 ضلع در 6 جهت متفاوت دارد و تمام اجسام موجود از جمله آدمیزاد درون این 6 ضلعی یعنی مکعب قرار دارد. بنابراین آیا این همان ماتریکسی نیست که توسط فرکانس های محدود شده ایجاد شده و راه فراری از آن وجود ندارد؟ در واقع کتاب مقدس مسلمانان هم تایید می کند که راه خروجی وجود ندارد. اما در اینجا یک کد مخفی وجود دارد. به شماره آیه دقت کنید، 33. اما بیایید جمله اصلی یعنی آیه عربی را از ابتدا 6 کلمه بشماریم. خب این می شود: ای گروه جن و انس اگر. حالا دوباره 6 کلمه دیگر بشمارید و این یکی می شود: می توانید از مرزهای آسمان عبور کنید. حالا 6 کلمه دیگر بشمارید و کلمه آخر را بخوانید: نیروی فوق‌العاده. می توانید از مرزهای آسمان توسط نیروی فوق‌العاده بگذرید. اما آیا این اتفاقی است؟ نه، زیرا اگر این بخش در کتاب سفریت زیرا را دوباره با دقت بخوانید می بینید که برای شما بسیار آشناست. 7 نه 6، 7 نه 8. بله، به 7 مرتبه چرخیدن به دور یک 6 ضلعی که 6 جهت دارد یعنی کعبه. اصلی که این موضوع را جالبتر می کند این است که نویسنده سفریت زیرا و سازنده کعبه هر دو یک نفر هستند یعنی ابراهیم.